سلام. امروز که راه افتادم سمت کتابخونه یه حس خاصی داشتم. نزدیک ایام فاطمیه هستیم. دلم میخواست یه کتاب بخونم که منو بیشتر با وجود نورانی بانو دو عالم سلام الله علیها آشنا کنه. اما وقتی رسیدم و قفسه ها رو گشتم، راستش دلم گرفت. کتاب‌هایی که درباره حضرت زهرا نوشته شده خیلی کم بودن. زمان زیادی دنبال کتاب گشتم. انگار ما هنوز اونطوری که باید سراغ شناختیشون نرفتیم. اون لحظه ناامید زنگ زدم به استادم. کتابی رو به هم معرفی کردن به اسم ام ابیها که داستان زندگی حضرت زهراست. کتاب رو پیدا کردم. برداشتم و رفتم سمت خونه. اما تو ماشین طاقت نآوردم. شروع کردم خوندن داستانهای کتاب. خب رسیدم خونه. با ذوق نشستم به خوندن کتاب. متوجه گذشت زمان نشدم. به خودم اومدم و دیدم ساعتها گذشته. بغض عجیبی توی گلوم نشست. داستانها رو یکی یکی میخوندم. داستان فدک، ازدواج حضرت و بقیه. در آخر رسیدم به دردناکترین لحظه علی. روزی که روزگار سر ناسازگاری با امیرالمومنین داشت. این آخرین داستان کتاب نبود، اما آخرین داستان زندگی ام ابیها بود. این روزها بهونه خوبیه برای خوندن کتاب‌هایی با موضوع مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها است.